بسم الله الرحمن الرحیم. إنا لله و إنا إلیه راجعون. خبر Оҷил. مادری یکی از شرکت‌کنندگان تظاهرات وارشاوا بعد فشاری مقامات تاجیکستان از دنیا گذشت. آشفتگی راهبران کمیته دولتی امنیتی ملی در جلسه دیروز این نهاد قدرتی. صبح امروز неъматова Зӯҳро مادری Абдусамад Абдусатторов که در تظاهرات وارشاوا شرکت داشت بر اثر سکته دل در نتیجه استینتاق و فشار زیادی مقامات امنیتی دنیۆро падрӯд گفت. Абдусамад Абдусатторов عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد فشار زیادی مقامات امنیتی تاجیکستان را ترک کرده در لهستان پناهنده شده بود. با گفته خودش بعد هجرت او سر از 31 اوگوست فشار کارمندان کمیته امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی بالای خانواده اش آغاز شده بود. وقتی عبدالصمد در تظاهرات مسئولیت‌آمیز وارشاوا شرکت کرد، فشار بالای مادری 67 ساله او شدتی بیشتر کسب کرد و زوهرا неъматова به این فشارها تاب نآورده در اثر سکته دل و فشار بلند خون جان به جان آفرین سپارید. معلومات بیشتر به زودی پخش می شود. با اطلاع منبع پیامنت دیروز در کمیته دولتی امنیت ملی جلسه عاجل در مسئله تظاهرات وارشاوا برگزار گردیده است که در سطح یک آشفتگی و پریشانی عمومی صورت گرفته است. رهبران این نهاد از ناکامی نمایندگانشان و نمایندگان حکومتی کشور در وارشاوا سخت ناراحت بودند و صحبتشان در جلسه خیلی درشت و با عصبانیت بوده است. منبع ما میگوید رهبران نهاد با تابعان خود با تحقیر و دشنام مراجعت میکردند و آنها را در از عهده‌نابرایی و شرمنده شوی نمایندگی حکومت عیبدار میدانستند. یکی از جانشینان یتیموف به تابعانش گفته است از عهده یگان کار نبرآمدید. اپوزیسیا همه جا را پر کرد. شرمنده امان برآورد. روز یکم گفته تا پگاه تنج میکنیم. کو تنجی کردگیتان؟ راهبران کمیته دولتی امنیت ملی به تابعانشان سپارش داده‌اند با هر راه پیش راه مخالفین در وارشاوا گرفته شود تا دیگر در جلسه شرکت نکنند. همچنین منبع دیگری ما اطلاع می‌دهد که برای فردا جلسه شورای امنیت کشور در همین مسئله دعوت شده است.